دریای فراهرود یکی از دریاچه‌های نسبتاً بزرگ افغانستان و بزرگترین دریای آبی ولایت فراه به حساب می‌آید. این دریا در طول تاریخ جایگاه ویژه‌ای داشته و نام ولایت فراه نیز از همین دریا گرفته شده است. دریای فراهرود در آیین زرتشتی اهمیت خاصی داشته و در کتاب‌های اوستا با نام‌های فراداتا و فرازادانا ذکر شده است. در بیانیه از زرتشت آمده که گشتاسپ در اطراف دریای فرازادانا 100 اسب، 1000 گاو و 10,000 گوسفند قربانی کرده است. در گذشته این دریا به عنوان یکی از دریاچه‌های مقدس دین زرتشتی شناخته می‌شد و از نام آن پیداست که دریای خروشان بوده است. فراداتا به معنای رودخانه خروشان است. بزرگان نقل می‌کنند که در دوره‌های گذشته این دریا همیشه جاری و خروشان بوده و حتی در دوران‌های دور هنوز این دریا از شکوه و عظمت خود برخوردار بوده است. دریای فراهرود از کنار دژ تاریخی سپید یا قلعه سفید که امروز معروف به قلعه لاش است در جوین می‌گذرد. در تاریخ آمده که در یک دوره این قلعه تحت محاصره دشمن قرار داشت. دشمن به مدت چند ماه قلعه را محاصره کرده بود، اما اهل قلعه با حفر تونل هایی به سمت دریا توانستند آب مورد نیاز خود را تأمین کنند. این نکته نشان می‌دهد که در گذشته دریای فراهرود تا چه حد از اهمیت و قدرت بالایی برخوردار بوده است. اما امروزه این دریا به دلیل استفاده بی حد و مرز از سولرهای آفتابی برای استخراج آبهای زیرزمینی خشک شده و تنها به ندرت آب آن جاری می شود. این دریا از کوههای غور و سلسله کوه تاجیک یا سیاه‌کوه سرچشمه می گیرد و از نواحی پرچمن وارد ولایت فراه می شود. سپس از ولسوالی‌های پرچمن و فراهرود عبور کرده و وارد مرکز فراه می گردد. در مسیر حرکت خود چندین رودخانه کوچک و بزرگ به آن می پیوندد و حوزه وسیع‌تری را ایجاد می کند. از رودخانه‌های مهمی که به دریای فراهرود می پیوندند می توان به چند رودخانه مهم اشاره کرد. رود غور که از کوههای پسابند سرچشمه می گیرد از میان ولسوالی تیوره عبور می کند و زمین‌های زراعتی زیادی را در اطراف خود سیراب می‌نماید. این رود در ناحیه پرچمن به فراهرود ملحق می‌شود و حوزه آبگیر آن به 7220 کیلومتر مربع است. دو رود دیگر مهم که به این دریا می‌پیوندند عبارتند از رود مالمن و رود زرمردان. حوزه آبگیر رود مالمن 1420 کیلومتر مربع و حوزه آبگیر رود زرمردان 1090 کیلومتر مربع مساحت دارند. چند رودخانه کوچک دیگر فراه که در ارتفاعات 1500 تا 2000 متر واقع شده مقدار آب فراهرود را افزایش می‌دهد و جمعاً 21000 کیلومتر مربع از حوزه آبگیر این رود را شامل می‌شود که معادل 70% از حوزه آبگیر کل رود فراه است. باقی مانده حوزه آبگیر دریای فراهرود در اراضی هموار قرار دارد و مساحت آن 9000 کیلومتر مربع است که اهمیت زیادی ندارد، زیرا برخی اوقات در این قسمت از حوزه آب هیچ آبی وجود ندارد یا در فصل بهار مقدار کمی آب در آن جریان دارد که به طور موقتی و نوبتی به کشاورزی اختصاص می‌یابد. دولت افغانستان برای جلوگیری از هدر رفت این آب در ولسوالی بالا بلوک یک بند بزرگ آبگردان به نام بخشاباد می سازد که در قریه بخشاباد این ولسوالی قرار دارد. کارهای این پروژه در حال حاضر در جریان است و ما به شما عزیزان اطلاعات جدید و بروز در خصوص پیشرفت این بند را به نشر خواهیم رساند. برای حمایت از ما و کسب اطلاعات بیشتر لطف نمودید چینل ما را سابسکرایب کنید تا بتوانیم نقاط مختلف فراه و افغانستان را برای شما عزیزان به تصویر بکشیم.